به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سلام مجدد خدمت شما. امید دارم که خوب و صحتمند باشین. ما شما امروز در رابطه به روش پیدا کردن مقالات صحبت خود کردیم که ما چگونه میتونیم مقالات مورد نظر خود، مقالات علمی که ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم و مدار اعتبار باشن و در ژورنال های معتبر چاپ شده باشن، اونها رو دانلود بکنیم. خب البته دیتابیس های خیلی زیادی وجود داره که ما چند دانشی به شما مثال آوردیم که پاپمت هست، گوگل اسکالر، کوکرین لایبرری، وب آف ساینس هست، ساینس دایرکت هست، السوی و غیره. همین ها هستن که ما شما هم چند دانش بهتر نمونه کار میکنه که شما از این استفاده بکنین به خاطر نوشتن مونوگراف ها و تزیس هایتان که انشاءالله شما رو کمک خواهد کرد. خب در قدم نخست ما شما میبینیم در بخش پابمد. شما در پابمد اون کار دیگه نمیکنین، فقط در خود گوگل نوشته میکنین پابمد، بعد به شما پابمد میاره، با این قسمت کلیک میکنین، خود صفحه پابمد به شما باز میشه. وقتی که باز شد شما چی کار بکنین؟ از یک استراتژی ها و روش ها و تکنیک های شما استفاده بکنین که شما رو مستقیم روی مقالات مورد نظر شما ببره. یعنی پابمد را اگه شما در نظر بگیرید بیش از تقریبا حدود 34 میلیون مقاله در اینجا وجود داره. اینو از 34 میلیون مقاله پیدا کردن مقاله مورد نظر شما مهارت میخواد که شما باید مهارت پیدا بکنین و تا حدی کوشش بکنین که یاد بگیرین. ما یک تعداد استراتژی ها و روش ها و تکنیک هایی که به خاطر پیدا کردن مقالات به کار میره و در ذهن ما هست، من با شما شریک میسازم ان شاء الله که شما رو کمک بکنم. به طور مثال ما شما چی کار میکنیم؟ یک مقاله رو جستجو میکنیم در رابطه مثلا در رابطه به چی؟ در رابطه به مثلا نوشته است که موبایل فون and cancer in children in the last 15 years، یعنی در طی 15 سال گذشته مقالاتی که در رابطه به موضوع استفاده از تلفن و ایجاد سرطان در نزد اطفال ایجاد شده مورد ما چی میکنیم؟ جستجو میکنیم. به طور مثال شما ببینید که ما یک کنسر نوشته میکنم، چند مقاله رو به ما شما میاره. تنها یک کنسر اگر حساب بکنید چند مقاله را آورد؟ تقریبا حدود 4 میلیون و 700 هزار مقاله برای ما پیدا کرده، تنها در رابطه کنسر بگوییم. درست است؟ ما شما چی کار میکنیم؟ اینال به خاطر از اینکه مستقیم روی مقاله خود مورد نظر ما بریم، ما بریم که خود مقاله خود یا عنوان مورد نظر خود در اینترنت در خود پابمد در صفحه اصلیش می نویسیم، این که نوشته کردیم. بعد چی کار میشه؟ خب این سرچ میکنیم، ببینیم که چند مقاله بر ما فعلا میاره. تقریبا 299 مقاله آورد، یعنی پیدا کردن و خواندن 299 مقاله این هم کار مشکلی است. ما شما باید از کارها از تکنیک های استفاده بکنیم که مقاله برای ما شما چی بکنه؟ آسان تر شود. ببینید این مقاله را کدام سال پیدا کرده؟ از سال 1997 تا سال 2022. من اینا رو به شما میخوایم طریقه های پیدا کردن مقالات و تکنیک های اشتراکی بکنم، بیان بکنم که شما چگونه میتونید از تکنیک ها استفاده بکنید. خب به خاطر مشخص ساختن موضوعتان و به خاطر اینکه شما بتونین زودتر به هدفتان برسین، مقاله مورد نظرتان رو پیدا بکنید، شما چی کار انجام میدین؟ اولا با شما دو تکنیک وجود داره. یکی فیلتر، استفاده چی است؟ فیلترها هست. شما فیلتر میکنین که مقالات درست پیدا شه، مقالاتی که مورد نظر شما باشه. اولا ما قدر مقالات خیلی سابقه کار نداریم، سالش هم بیاریم مثلا از سال 2010 میگیم، یعنی از سال 2010 به طرف هر مقاله باشه ما شما چی میکنیم؟ رو پیدا میکنیم. ببینیم پیشتر تقریبا 200 چند مقاله بود، کمتر شد مقالات ما تعدادش. یک دوما مثلا به طور مثال شما میخواین که چی کار بکنین در نزد اطفال است، نه مثلا در نزد اطفال از طبقه سنی اگر میخوایم مشخص بسازین، شما میخواین که در نزد کاهلان اگر باشه از مقالات دیگه استفاده میکنین، کاهلان باشه از دیگه استفاده میکنین، یعنی این مجموعی به شما کار نمیکنه. شما این قسمت طرف چپ را به نام فیلتر میگن، قسمت فیلترشن یا قسمت فیلتر میگن که شما میتونید فیلتر بکنین و مقالات خوبتری را پیدا بکنین. مثلا شما چی میگین؟ میگه تنها اون مقاله تنها ابسترکت به شما پیدا بکنه. اگر تنها ابسترکت بگه شما اینو کلیک میکنین، تنها ابسترکت به شما پیدا میکنه. به طور مثال شما سعی کنین که 247 مقاله شد، پیشتر 266 مقاله بود ولی 200 چند دونه شد؟ 47 مقاله شد. خب من ان کلیک میکنم چون من فول آرتیکل ها را کار دارم. دیگه چی کار میکنم؟ من مثلا من میتونم که فول تکست آرتیکل ها رو تنها کلیک بکنم، تنها آرتیکل هایی که فول بر ما قابل دسترس هستن یا فری فول تکست قابل دسترس هستن اونها رو پیدا میکنیم. خب دیگه چی کار میکنیم؟ طریقه دیگه سرچی است که مثلا در قسمت پایین شما نوشته است که additional filters.
additional filters سگنین شما اینجا میتونید به اساس اسپیشیز، به اساس لنگویج در کدام زبان به شما پیدا بکنه، یعنی کدام طبقه جنسی رو به شما پیدا بکنه. مثلا اگر طبقه میل باشه شما انتخاب میکنید میل را، اگر شما انتخابش میکنید، اگر فیمیل باشه شما فیمیل، یعنی تمام مقالاتی که مثلا مقالات مربوط به کنسر و استفاده از موبایل در نزد اطفال است ها مربوط به طبقه اوناس می باشه، شما را کلیک میکنید. اگر همگیش باشه، اگر ذکور باشه ذکور کلیک میکنید، اگر همگی شامل باشه شما اصلا سکس و یا جنس را انتخاب نمیکنید. یا مثلا یا کدام ژورنال باشه شما ژورنال ها را کلیک میکنید که در کدام ژورنال چاپ شده باشه تنها همون ژورنال را به شما بیاره، یا تنها چی را، تنها سال را. چون بحث ما بحث اطفال است، مثلا اطفالی که مثلا 18 سال قبل مثلا تولد شدین این اطفال رو میگیریم، یا مثلا اونو کسای طبقه سنی رو میگیریم که بین 13 الی 18 سال اگر باشن اون رو انتخاب میکنیم. صحیح است. این در نظر اطفال child birth 18 years یعنی 18 ساله باشن، یا اونو کاهلای یا نوجوانانی که بین 13 الی 18 باشن اونها رو میگیریم. یا فرض مثال مورد نظر شما کسی باشن که 6 تا 12 سال هم شامل میشه، ایران کلیک میکنیم ما شما. صحیح. خب من ایران کلیک میکنم، بعد ما شما چی میگیم؟ شو. یا فرض مثال مقالات شما لیپید پروفایل یا هر چیز دیگه در نزد کاهلان است، درست است. چی میگه؟ مثلا 18 19 و یا بالاتر از 19 باشه، هر چی که باشه، یا 19 و الی 24 سال باشه، یا 19 الی 44 سال باشه، یا مثلا بین 80 یا بالاتر از 80 باشه، 60 یا بالاتر از 60 باشه. به این شکل طبقه سنی رو شما مشخص بکنین خیلی راحت اما طبقه سنی رو به شما میاره. صحیح است. خب مثلا ما چی میکنیم در نزد اطفال 13 الی 18 سال میخوایم که استفاده از موبایل و شوی سرطان را پیدا بکنین. وقتی شما کلیک بکنین ببینید که تعداد مقاله چند مقاله شده به این حد رسیده. باز یک سرچ را کلیک میکنیم 266 مقاله برای ما شما پیدا میکنه. 266 مقاله. یکی شد. دومن ما شما میتونید که از آرتیکل تایپ با استفاده از آرتیکل تایپ چیکار بکنیم؟ مقالات خود نرو یا کمتر بسازیم تا اینکه خوبتر پیدا کرده بتونیم. مثلا چی میگه؟ پابلیکیشن دید اگر تا 10 سال گذشته باشه، تا 10 سال گذشته به ما پیدا بکنه 231 مقاله شد. یا مثلا میگیم که تا 5 سال گذشته برای ما چیکار بکو؟ این را پیدا بکو. 5 سال گذشته میگیمش. حالا شما ببینید که تا 5 سال گذشته تعداد مقالات ما کمتر میشه، تقریبا از 231 دانه به 146 دانه پیدا کرد. اینا مطالعه 146 دانه مقاله بر ما کار مشکل زیاد نیست. یا مثلا من میگم تنها اونو مقالاتی که سیستماتیک ریویو هستن، یعنی سیستماتیک ریویو اونو مقالاتی است که به شکل سیستماتیک هزارها مقاله خوانده میشه، یا 200 300 یا 400 مقاله در رابطه با این موضوع خوانده میشه، یک مقاله کوچک دیگه ساخته میشه که میتونه 5 صفحه 10 صفحه خیلی زیادتر داشته باشه. یا تنها ریویو آرتیکل ها باشه، درست است، از مقاله دیگه این مقاله دیگه نوشته کرده باشن. میبینید شما 18 مقاله رو به ما کشید. اینا رو ما شما از این میتونید چی کار بکنیم؟ استفاده بکنیم و مقالات خود از استفاده بکنیم. مثلا چی است؟ Optimizing symptoms management in children with cancer using a novel mobile. درست است. این به این شکل شما پس میتونیم به این شکل ما شما مقالات خود خیلی چی بکنیم؟ کوتاه بسازیم. البته یک موضوع رو متوجه باشین که وقتی شما این فیلتر را اکتیو ساختین، فعال ساختین، اینا رو شما هر سرچی که انجام بدین تنها در بین طبقه سنی الی 18 سال به شما رو پیدا میکنه، تا 5 سال گذشته رو پیدا میکنه، دیگه ریویو آرتیکل ها رو پیدا میکنه. درست به این شکل اینها رو پیدا میکنه. اگر شما بخواید که با دکان طبقه سنی دیگه باشه، فقط شما چی کار میکنین؟ امیر اد میکنین طبقه سنی رو به شما پیدا بکنه. یک و شما یک کار دیگه بکنیم، مثلا با مثلا میگیم که ریست فیلتر، تمام فیلترهایی که فعال کردیم این فیلترها رو چی بکنه؟ دوباره ریست بکنه به شکل عادی برگردونه، چرا که تمام جستجوهای بعدی ما به می تنظیماتی که فعلا عیار کردیم صورت خواهد گرفت. من هم میخوایم این کار صورت بگیره. این بستگی به خواست شما داره. خب یک موضوع دیگه ما شما این است که ما شما از فیچرها و یا جستجوهای دیگه هم استفاده میکنیم. مثلا ما شما میرین یکی از خصوصیات دیگه خود پاپ میدی است که شما ادوانسد سرچ را کلیک میکنین. در ادوانسد سرچ به شما گزینه‌های دیگه رو میاره. مثلا من میخوام که این موبایل یوز را در نزد اطفال پیدا بکنم. خب اینو یک قبل ما شما متوجه باشین. من تنها چی نوشتم؟ یک موبایل فون اند کانسر ان چیلدرن.
ایره اد میگویم، بر ما در اینجا اد میشه. بعدا چی میکنم؟ در کوئری باکس اد میشه. این سرچ میکنم میره. این سرچی که من انجام میدم ببینید چند مقاله به ما کشید. 299 مقاله رو به ما شما خارج ساخته. خب از 299 دانه مقاله اینا شما متوجه باشین که تنها نام موبایل فون خو نیستک. ایره به نام سلفون هم یاد میکنن، به نام اسمارت فون هم یاد میکنن، به نام چندین نام خلاصه داره. درست است؟ بنابراین اگر شما فرض بکنین من نوشته میکنم که and cell phone and smartphone، یا مثلا and cancer in children. خب وقتی میره کلیک بکنم تعداد مقالات فرق میکنه دیگه، نتایجش متفاوت‌تر میاد. ببینید شما به این شکل شما میتونید که مقالات پیدا بکنید. خب باز قسمی که قبلا هم گفتم، در مقالات شما اون مقالاتی رو مطالعه میکنید پیدا میکنید که یکی سالش بر شما مهم است که اپدیت باشه، یکی دو من تعداد سایتیشن هایش زیاد باشه. وقتی که مقاله زیاد سایت شد به معنی که مقاله خیلی معتبر و خوب هست. چهارم شما چی کار میکنین؟ دیگه ای که در یک ژورنال خوب نشر شده باشه، در ژورنال ها نشر شده باشه، از اون مقاله شما استفاده میکنین. خب این یک موضوع شد. در کل به شما بگویم که خود کلمه and همچنان یک کلمه به نام or، یعنی تمامشون به نام limiters یا محدود کننده ها یاد میشه. یعنی سرچ ما رو چی میکنه؟ ای محدود میسازه، سرچ ما رو محدود میسازه. ولی مثلا شما چی کار میکنین؟ باشین من پایین برم. خب چی کار کردیم با شما؟ پیشتر گفتیم که یعنی عنوان ما هستک. این چی میگم؟ مثلا یک از فیلترهایی که ما شما استفاده میکردیم چی بود؟ فیلترهایی بود که مثلا ما شما از سال را فیلتر میکردیم. دین قسمت باشین که خود اصل صفحه بیایه. درست است؟ اینجا فیلتر میکردیم. فیلتر به اساس سال میکردیم که مقالات کمتر شود. فیلتر به اساس ریویو آرتیکل میکردیم که فیلتر شود. به اساس مشخص کردن خود تمام چی میگندش، تمام مشخصات بیشتری را اد میکردیم که بر ما فیلتر بیشتر بکنه تا اینکه ما مقالات بیشتری را پیدا کرده بتانیم. خب ما شما چی میکنیم؟ امی مقاله را جستجو میکنیم. خب در ادوانسد سرچ میریم، این اد میکنیم در قسمت. وقتی که ادش کردیم اینجا میگیم که اد. درست؟ خب در این قسمت ما شما در گزینه های دیگری هم داریم که مثلا چی میگیم؟ میگیم که تمام بخش ها باشه. درست است؟ یا به اساس اتور باشه، یا به اساس فیلتر باشه، به اساس لوکیشن آیدی باشه، کدام زبان را به شما پیدا بکنه، کدام ژورنال را به شما پیدا بکنه. درست؟ و همچنان مشترم هایی که دارن از اینها پیدا بکنه به شما. درست؟ یا به اساس تنها تایتل پیدا بکنه، تایتل و ابسترکت. درسته؟ مثلا تنها به اساس تایتل و ابسترکت پیدا بکنه. این بستگی به انتخاب شما داره. خب من فعلا چی میگم؟ میگم که all fields، تمام بخش ها رو من کار دارم. درست است؟ به این شکل شما چی میکنید؟ مطالعه میکنید و مقالاتتان رو پیدا میکنید. اینجا شما هیستوری هم دارید، نه تمام جستجویی که شما انجام بدین اینجا به شما چی میشه؟ اد میشه. من اینجا مثلا برای دو چیز کلیک بکنین، مثلا چی میگه شما؟ خود and or and not، اینی فیلترها و طریقه های جستجو کردن هستن. مثلا من چی میگم که mobile phone and cancer in children and mobile اینجا and که اضافه کردم، مثلا میگم که cell phone. درست؟ اینجا ادش میکنم. باشه اینجا میرم دور بکنم and cell phone، اینجا اد میکنم. cell phone هم اد میکنم. cell phone and mobile phone.
in children. یا مثلا یک اند دیگه هم برش اد میکنم. درست؟ اند برش میگم دیگه چی رو اد میکنم برش، مثلا سمارت فون میگم. سمارت فون رو هم اد میکنم برش. وقتی که این رو هم اد کردیم باز مثلا کلمه سرچ خود رو سرچ را کلیک میکنیم، سمارت فون هم اد شد. درست؟ حالا سرچ میکنیم. چند مقاله؟ 51 مقاله به ما شما پیدا کرد از سال 2013 تا 2022. اگر ما بخوایم این سال را دوگامی طرف بیارم تعداد مقاله چی میشه؟ محدودتر میشه. 51 مقاله بود 49 مقاله شد. درست است؟ خب یکی موضوع بود. موضوع دیگه این هست که یکی شما چی رو انتخاب کردین؟ باشین که داخل صفحه اولی اصلی خود برم. یه شما چی دارین؟ تاریخچه دانستک. وقتی که من بالا کلیک بکنم تمام روش هایی که خود پابمد و استفاده میکنه به خاطر پیدا کردن مقاله ما اینجا به شما نشان میده. خب ما clear delete add query اگر فرض بگم دوباره میخواین دوباره می جستجو شود. درست؟ مثلا شما چی میگین؟ میگین که سلفون باشه، موبایل فون باشه و کنسر باشه در نزد اطفال، اند سلفون باشه، اند سمارت فون باشه، اینها باشن. صحیح؟ مثلا من چی میگم تنها سمارت فون را پیدا بکنه ولی سمارت فون را پیدا نکنه. صحیح کنین. سلفون در تمام مقالاتی که سلفون ذکر شده، در تمام مقالاتی که موبایل فون ذکر شده اونها رو پیدا بکو، ولی مقاله‌ای که اسمارت فون نوشته شده رو پیدا نکو. درست؟ این به شکل پیشتر مثلا چند مقاله پیدا کرد، حالا پس می‌بینید چند مقاله برای ما شما پیدا میکنه. اینا 113 مقاله شد. درست؟ این رو تغییر کرده، یعنی آمار ما شما. یعنی شما نیاز ندارید که دوباره اینجا تایپ بکنید، فقط اینجا کلیک بکنین، فقط بگوین که add query، امر به شما بعد دوباره اد میکنه. خب یا مثلا چی میگه smartphone or cell phone but not smartphone. بیشتر 113 بودی، حالا مثلا سرچ بکنید چی میشه؟ اعداد ما زیادتر شد. اینا چی میکنید؟ تغییر میده. اینجا رو متوجه باشین که فیلتر اینجا مفعال شده. این مثال شه از سال 2010 به طرف میارم، 13000 است تبدیل میشه به 11000. تا 5 سال گذشته است 5000. مثلا چون بحث ما بحث اطفال است میگم بین 13 سال تا الی 18 سال باشه 1000 مقاله ساخته میشه. به این شکل شما جستجو کرده میرین. شما کوشش بکنین که در جریان جستجوی مقالاتتان از اصطلاحات مختلف استفاده بکنین. مثلا گفتیم براتون که یک اسمارت فون به نام سلفون هم یاد میشه، موبایل فون هم یاد میشه، به نام‌های گوناگون یاد میشه. شما کوشش بکنین که از تمام اصطلاحات چی بکنین؟ پیدا بکنین. این شد بخش فیلتر که شما فیلتر میکنین استفاده میکنین در بخش ادوانسد. درست؟ در ادوانس گرفتین، اینجا شما اد میکنین، میگین که مثلا لیپید پروفایل and ویتامین دی. درست؟ لیپید پروفایل and ویتامین دی. ما سرچ اد میکنم، مثلا نام دیگه ویتامین دی چیه؟ مثلا میگم لیپید پروفایل and کلسیفرول. درست؟ کولی کلسیفرول. مثلا باش ببینید که این اشتباه نکرده باشه. مثلا شما درست است، کولی کلسیفرول. این رو هم اد میکنم. درست؟ مثلا لیپید پروفایل اند ویتامین دی، لیپید پروفایل اند کولی کلسیفرول. یا مثلا مدگان برش داده میتونم، میگم که لیپید پروفایل
فایل and یک اصطلاح دیگه هم داره کلسیتریول. نام دیگه ویتامین دی یا شکل فعال ویتامین دی کلسیتریول نام داره. مثلا ما شما چی میکنیم؟ کلسیتریول اد میکنیم. نه هم املاش درست هست. ایرام اد میکنیم، این را سرچ میکنیم. درست؟ در کدام طبقه سنی مثلا بین 13 الی 18 سال گفتیم ما شما تنها 3 دانه مقاله به ما شما گفتید. میبینید چقدر زیباست، چقدر راحت به ما شما مستقیم 3-4 مقاله محدود رو میکشه. باز اگر طبقه سنی خود را دوباره غیر فعال بسازیم، درست، این 74 مقاله به ما شما کشید. و اگر بگویم 10 سال گذشته باشه 74 مقاله بود، حالا چند میشه؟ 185 مقاله میشه. اگر بگوییم که فول تکست فری فول تکست آرتیکل ها رو به ما بکشه، چند تا؟ 97 دانه برای ما شما ببینید. خود پابمد یک استراتژی داره که عمو خوبیش این است که وقتی شما اند و او اینها استفاده بکنین چی کار میکنه؟ عمو کلماتی که شما کلیدی اد کردین، تمام مقالات که این کلمات را داره، یکی عنوانش را داره، یکی در عنوانش کلمه ذکر شده، یکم در ابسترکتش، تمام اونها رو به شما پیدا میکنه. خب این شد در رابطه با پابمد که شما از این استفاده کرده میتونیم. گفتیم که برید شما در صفحه پابمد در ادوانس میتونید مستقیم سرچ بکنین یا در بخش ادوانس برین سرچ بکنین پیدا بکنین. و دیگه به خاطر محدود کردن و مستقیم پیدا کردن مقالات مورد نظرتون شما از بخش فیلتریشن از بخش فیلترها استفاده بکنین، از سالش رو محدود بکنین، نوعیت آرتیکلش رو محدود بکنین، مثلا تا کدام سالها باشه، کدام طبقه سنی باشه، یا فیلترهای گوناگون دیگه باشه، کدام ژورنال باشه و غیره. شما میتونید که اد بکنین و از او استفاده بکنین پیدا بکنین. این بود یک بخشش، بخش فیلترها. یک بخش دیگری که شما میتونید استفاده بکنین در خود پابمد، یک دیگه بخشش به نام یک فیلترها بود، درست؟ دیگهش فیلد تگز هست. فیلد تگز ها اینی بخش است که این شامل کدام بخش ها میشه؟ یکی TIAB هست، دیگه TI هست، دیگه TW هست، دیگرش AU هست. به این شکل چیزی میکنه. به طور مثال ما به شما میگویم. به طور مثال شما میرین در بخش خود مقالاتتان در خود صفحه مثلا به طور مثال ما یک نفر نامش میکنم، مثلا نامش هست اوسلر ویلیام. ما چی کار میکنم؟ قوس باز میکنم، نوشته میکنم AU، قوس خود بسته میکنم. چی معنا؟ این به این معنا که تمام مقالاتی که AU یعنی اتور معنا میده، تمام مقالاتی که توسط اوسلر ویلیام نوشته شده امور تنها به شما پیدا میکنه. درست است؟ این گفتم که کیا هستن؟ خود AU اینی شامل به نام فیلد تگ ها یاد میشن. فیلد تگ یاد میشه. شما از استفاده کرده میتونید. وقتی در حال قوس از اینها رد بکنین، خیلی مقالات مکمل محدود میشه، خیلی کوچک، مثلا هیچ مقاله میگ پیدا نشد. صحیح؟ یا به طور مثال به شما نوشته میکنم، چیزی دیگه نوشته میکنم، مثلا نام خدا نوشته میکنم، که کدام مقاله داریم نداریم ما شما. مثلا میگه با اساس اتور پیدا بکنید، ببینیم پیدا میکنه یا نمیکنه. اینجا یک مقاله ما دارم. knowledge at and price toward tuberculosis among hospital outpatients in Kabul Afghanistan. درست است؟ اینه. ما ببینید که شما هیچ کدام مقاله دیگه وجود نداره به نام ما. صحیح؟ این به نام خالد تنها یک مقاله را پیدا کرد. تنها یک مقاله است که نام مدوجی ذکر شده. به این شکل مثلا شما نام مثلا یک کسی دیگر نوشته میکنید، مثلا بگین که محمد
رضا. درست؟ رضا عبداللهی. درست؟ این مثلا تنها بحث اوتور باشه. ببینید کدام مقاله پیدا میکنه برای ما شما یا نمیکنه. خب شاید ما املا رو اشتباه نشه کردیم. اگه استاد مقالات زیاد دارن. عبداللهی. خب به هر صورتش خب یعنی هدف می بود که شما میتونید که به اساس از خود کیها از فیلد تگ ها میتونید که سرچتون رو کاملا محدود بسازین. درست است؟ سرچتون رو محدود بسازین. یا مثلا من خود مقاله خود نوشته میکنم مثلا چی هست؟ مقاله رو نوشته میکنم مثلا cancer and cell phone and cancer among children. درست؟ among children. ما شما چی کار میکنیم؟ این جستجو میکنیم. مثلا من میگم که سعی کنیم من مستقیم سرچ میکنم ببینید چند دانه مقاله به ما شما میکشه. سلفون اند کارت چند 113 دانه مقاله به ما پیدا کرد. اگر من داخل قوس چی نوشته بکنم؟ یکی از تگ ها را که چی هست تی آی ای بی هست. اگر من این را کلیک بکنم شما ببینید که تعداد مقالات را مکمل محدود میسازه به چند تا؟ از 103 دانه محدودش میکنه به کی؟ از 103 دانه به 4 دانه محدودش میکنه. پس شما از چی استفاده کرده میتونین؟ از استفاده کرده میتونین به خاطر محدود کردن تعداد مقالاتتان. یا از تی آی استفاده میکنین. ببینید بیشتر 4 دانه بود با اسم تی آی ای بی. حالا ببینید اگر تی آی باشه چند دانه مقاله با شما میکشه؟ اصلا هیچ نمیکشه. این کاملا محدود میکنه. خیلی شرایط پیدا کردن مقالات رو بیشتر میسازه، سخت‌تر میسازه تا اینکه مقالات که زیاد شباهت نداشته باشن از پیدا کردن نمیشه. خب خلاصه ای بود بخش پاب میت ما که ما شما گفتیم که در خود پاب میت مستقیم به گوگل کلیک میکنین، پاب میت رو پیدا کردین، در این صفحه تان میرین، خیلی راحت او رو پیدا داخل از اون میشین، در بخش سرچ جستجو میکنین این پاب میت. اینجا قسمت داخل میشین. پاب میت اوپن اکسس هست، یعنی کدام پول شما نمیخواد. یا شما مستقیم سرچ میکنید یا در ادوانس میرین، از فیچرهای دیگه، از فیلتریشن ها استفاده میکنین، از اند استفاده میکنین. اند که اضافه کردین محدودش میکنه، اور استفاده کردین خود مقالات شما رو بیشتر میسازه. اگر باز نات استفاده کردین محدودش میکنه. این شد یک بخش. در بخش چی؟ خود یکی از عناوینی که ما شما گفتم با شما تشریح میکنم. شما پس از پاب میت میتونید که مقالاتتون رو پیدا بکنید. دیگه چی هست؟ دیگه گوگل اسکالر هست. گوگل اسکالر چی هست؟ یعنی من خودم داری صفحه دارم، فقط شما راحت نمیشه بگید گوگل اسکالر. هیچ کدوم چیز دیگه نیست. گوگل اسکالر رو به شما چی میکنه؟ میاره. گوگل اسکالر رو پیدا میکنیم، وارد گوگل اسکالر میشیم. وقتی که وارد گوگل اسکالر شدیم، مثلا من چی کار میکنم؟ فرض بکنید که من موبایل فون رو باز هم در نظر اطفال میگیرم. خب سرچ میکنیم. این هم مانند پاب میت یک تعداد فیلترهایی داره که ما از فیلترهایش استفاده میکنیم و به خاطر فیلترها که استفاده کردیم تعداد مقالات رو به ما کوتاه میسازه. چند مقاله پیدا کرده؟ موبایل فون and cancer in children 111,000 مقاله رو در 0.09 ثانیه به ما پیدا کرد. یعنی اینا رو خواندن این مقالات کمی کار مشکل هست. مثلا از سال 2010 هم میشه، از 2011 هم از 2011 اما مقاله که زیادتر شباهت داره رو داور بر ما و شما آورده. بعضی مثلا مقاله 2018 هست، بعضی شاید مقالات دیگه چند است، مقاله 2011 و مقالات دیگری 2021 هم از 2009 هم است. درست؟ اینا ما شما میگیم که نخیر طی 10 سال گذشته اینجا مثلا ما شما چی میگیم؟ کاستوم میکنیم سال خودم میگیم از سال 2015 مثلا 5 سال گذشته 2000 یا 7 سال گذشته 2015 تا 2022 درست سرچ میکنیم. سعی کنید 111,000 مقاله بود. اینا مقالات ما شما چقدر میشه؟ اینجا رو متوجه باشین. از 111,000 مقاله تعداد مقالات ما کاهش پیدا میکنه به 27,000 مقاله. پس خیلی کمک کننده است. 111,000 مقاله رو خواندن خیلی کار مشکلی است.
خب یا مثلا ما شما میگیم که نه خیر از سال 2018 به بعد بر ما پیدا بکو. از سال 2018 27000 مقاله بود، از سال 2015 آر چند شد؟ 21000 مقاله شد. پس ما چی کردیم؟ اینو محدودتر ساختیم. یا مثلا میگم که and گفتیم که خود and محدود کننده است، تعداد مقالات ما را محدودتر میسازه. چی میگیم؟ سلفون. این اند هم بزرگ میسازم، البته اندتون باید بزرگ باشه. cancer and children and smart phone. درست؟ خب اینی اندش را قبل از children میارم and smartphone and smartphone and children. خب چند است؟ 21000 مقاله ما داریم. دوست است ایده یک سرچ میکنیم. چند شد؟ نه 17000 مقاله. یعنی خود اند کلمه محدود کننده است، تعداد مقالات ما را محدود میکنه. خب باشه این ما اور میسازم. اور من باید چی باشه؟ بزرگ باشه. 17000 مقاله بود، یعنی 17000 کم تفاوت آمد. اور هم اضافه کننده است، تعداد مقالات رو شما اضافه میکنه. یعنی هر چیزی، هر مقاله که اسمارت فون داشت، موبایل فون داشت، کلش برای ما چی بگو؟ پیدا بگو. مثلا چی میگم من؟ موبایل فونز and cancer in children. اینجا اور چی میگم؟ مثلا بجای اور نات میگم، میگم نات پیدا نکن. درست؟ اینم نات میگم، این چیزا رو پیدا نکنی برام. خب چند است؟ 17600 مقاله پیدا شد. خب اینال یک راه دیگه که ما شما میتونیم که مقالات خود محدود بکنیم این است که من خود امی اسمارت فون را داخل کوتیشن میگیرم. داخل چی؟ داخل کوتیشن میگیرم. این طرف را هم داخل کوتیشن میگیرم. and را بزرگ میسازم. سلفون. خب سلفون پیدا نشه، سلفون را هم مثلا ما داخل کوتیشن میگیرم. چی میکنیم؟ بیا سرچ میکنیم. 17000 مقاله بود. چند مقاله میشه برای ما شما؟ 4000 مقاله. یعنی او تنها اون مقالات رو پیدا میکنه که خود موبایل فون در داخل یک جای آمده. یا مثلا من چی کار میکنم؟ میره خود کوتیشن را پاک میکنم. یعنی کوتیشن محدود کننده است برای ما شما. من اون مقاله رو برام پیدا بکنه که خود آیا کدام مقاله وجود داره که خود موبایل فون and children and cancer and children یک جای به شکل فریز آمده باشه. یعنی استفاده از خود کوتیشن به این معنی که خود مقاله شما به شکل فریز هست، خود همین جمله شما به شکل فریز بیه، خود در کل موبایل فون and cancer and children به شکل فریز قبول بکنه. آیا یک جمله وجود داره که مقاله وجود داره؟ من دیگه‌اش پاک میکنم. کلیک میکنیم میبینید که از 4400 مقاله به چند مقاله محدود بشه، تعداد کاملا کم میشه. حتی چی شد؟ این میگه که ما تو کدام جمله را پیدا کرده نتونستیم. مثلا خیر میگم پیدا نتونستی، رنج خود بیشتر میسازم، از سال 2010 میگیرم برش. 2010 میگم اینا استرچ میشه که در سالهای قبل یک مقاله وجود داشته باشه، ولی باز هم وجود نداره، چرا که ما خیلی تنگ ساختیم، راه خیلی قید ساختیم که مقالات دیگر پیدا کرده نتونه. تا 2022 نه تو کدام مقاله وجود نداره که این خود موبایل فون and cancer and children به شکل فریز آمده باشه. خب وقتی اگر اون آمده خیلی است، من ایشه میگیرم. این حالا ببینید چی برام موبایل فون and cancer. موبایل فون و کنسر آیا به شکل فریز کدام مقاله آمده؟ اون مقاله رو برای ما شما پیدا میکنه. اگر نه آمده بود پیدا نمیتونم. یعنی خود استفاده از کوتیشن ها اینو پیدا کرد به ما شما. به معنی چیست؟ این به این معنی که در تمام این مقالات ما ببینید شما اجاره non iodine radiation as possible carcinogen. صحیح؟
چایلد داریم در کلمه سرچ ما، درست؟ موبایل فون اند کانسر، موبایل فون اند کانسر. میبینید به شکل فریز در تمام این مقالات شما میتونید که داشته باشین، ولی خیلی محدود مقاله. چند مقاله پیدا کرد؟ 4 مقاله پیدا کرد. مثلا ما شما میگیریم یک عنوان دیگه میتونم چیز ذهن ما از صنفی شما بود، مثلا میگیم که لیپید پروفایل and ما گفتیم باید بزرگ باشه and دیگه چی هست؟ لیپید پروفایل and ویتامین دی، ویتامین دی، درست؟ ویتامین دی. من امیر به شکل کوتیشن میگیرم، به شکل کوتیشن میگیرم، داخل کوتیشن که یعنی کدام مقاله که ویتامین دی همراه لیپید پروفایل اگه داشته باشه به ما پیدا بکنه، احتمالاً که نخواد داشته باشه. خب ولی ببینیم باز هم سرچ بکنیم کدام مقاله داره ایده یا نداره. بله 89 دانه مقاله برای ما شما پیدا کرده، یعنی 89 دانه مقاله وجود داره که لیپید پروفایل همراه ویتامین دی جا آمده. صحیح است؟ یعنی مثلا ویتامین دی یا در عنوانش امی موضوع مورد مطالعه ما هست یا در ابسترکتش، در دو موضوع در دو جای هست، درست؟ و سال سعی کنیم سال محدود ساختیم، از سال 2010 گفتیم به طرف. اگر سال شدگان پشت سر ببرم سال بیشتر میشه، خیلی مقالات ما بیشتر میشه، یعنی مقالات خیلی زیادی فعلا به نشر رسیده که ارتباط لیپید پروفایل و ویتامین دی را چی میکنه؟ پیدا میکنه. اینجا نوشته کرده که سرم لیول اف لیپید پروفایل ان ویتامین دی یا ویتامین دی لیول لیپید پروفایل ان ویتامین دی ریسپتورز، خیلی در رابطه با ریسپتورها به شکل مولکولی بحث کرده، به سطح مولکولی بحث کرده. در تمام اینها چی وجود داره؟ اینها وجود داره. یا مثلا من میگم که effect of vitamin D on lipid profile and دیگه چی؟ مثلا میگم که and cholecalciferol and calcitriol، مثلا میگم not، یا اگر not چه خیلی میگذاریم به این شکل. ببینید که مقالات چقدر میشه، چند مقاله وجود داره که تاثیرات ویتامین دی بالای لیپید پروفایل چی کرده؟ جستجو کرده. ما میتونیم امیر خیلی زیباتر در پابمد جستجو بکنیم، یعنی از این که در پابمد خیلی زیبا میه. ما طبقه سینی را در نزد کاهلان مثلا این رو پیدا میکنیم. چند مقاله؟ 16500 مقاله وجود داره که vitamin D supplementation for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease, a randomized double controlled trial, blind placebo, effects of vitamin D on serum lipid profile. این بخوان هر چیز خیلی چیزا پیدا میکنی. یا کولیکالسیفرول improves lipid profile گفته، درست؟ یعنی بهبود میبخشه، بهبودی influence of vitamin D supplementation on plasma lipid profiles. متا انالیسیس هست ویتامین دی supplementation and lipid profile. این تمامشون خیلی زیبا مقالاتی است که ما استفاده کرده میتونیم. باز هم ما چیکار میکنیم؟ چون مقالات خیلی زیاد است میگیم نه، مقالاتی که خیلی اپدیت باشه ما امور ضرورت داریم. چند؟ 5 سال، از سال 2015 به طرف باشه، از 16 سال به چند از سال 2010 به سال 2015 میاریمش. از 16000 مقاله با تعداد مقالات ما کمتر شوه. چند مقاله؟ 8000 مقاله شد، درست است؟ یا مثلا ما میگیم از سال 2018 به طرف بیار، درست؟ 8000 مقاله رو ما شما پیدا کرد. خب اینجا انی تایپ ما شما چی داره؟ اینجا انی تایپ انتخاب کرده. ما مثلا کلیک میکنیم بالش تنها ریویو آرتیکل میگیم پیدا بگو 8190 مقاله پیدا کرد. خب sort by relevance، یعنی این بر اساس از اینکه ما کلمه با چی داره، خود افکت اف ویتامین دی داره، لیپید پروفایل داره، کولیکالسیفرول داره. مثلا نمیشه میگم ان ادولت، ایش محدود نکردیم، یعنی طبقه سنی رو مشخص نساخته بودم. ان ادولت کنترل سی. خب من همین سرچ میکنم ببینیم که چند مقاله میشه. بیشتر در کل اگر پیدا کرد ببینید آل تنها ادولت را پیدا کرد که 6000 مقاله شد.
خب پس شما به این شکل چی میکنین؟ این مقالات را پیدا میکنین و جستجو میکنین. مثلا این مقاله رو من یک موضوع دیگه امیل از به ذهن ما به شما بگم که بعضی اوقات بعضی از مقالات قابل دانلود هستن، دیگه مقالات قابل دانلود نیستن. مثلا این مقاله رو ما باز میکنم میبینیم که قابل دانلود هست، یعنی احتمالاً که قابل دانلود باشه. قابل دانلود است. شما این مقاله رو چطور دانلود میکنین؟ خیلی راحت. این اینجا نوشته است که دانلود پی دی اف، ویو، فول تکست یا به شکل هر تمامش هست. یا مثلا این مقاله رو میبینیم از سال چنده؟ 2021 است، خیلی جدید است. تاثیرات کلسیم و ویتامین دی بالای لیپید پروفایل است. اینا باز میکنم ببینیم که 2021 است، قابل دسترسی هست، یعنی اینا پیدا میکنیم ما و شما. که اگر فرض بکنین که این مقاله برای شما قابل دانلود نیست، شما چیکار بکنین؟ شما روش دانلود کردن مقالاتی که قابل دانلود نیستن را بفهمین. این هم قابل دانلود باید باشه. خب من پی دی اف میگم چی بکنم؟ پی دی اف رو بر من نشان بده و پی دی اف رو به من میخوایم که دانلود بکنم. خب این مقاله البته اینجا نوشته است که صفحاتشان نوشته است، یادتان اگر باشه که ما در اد منولی در مندلی اگر منولی به خود ما منول اگر انتر بکنیم این پیجایشان نوشته است، سالشان نوشته است، ایشان نوشته است، ولی هم نوشته است، همه چیز برای شما نوشته هست. خب شما فرض بکنید که این مقاله قابل دانلود نیست، درست است؟ به این شکل اینجا من چی میگم؟ ببینید شما اینجا چی میگم؟ میگه اد تو مندلی. من به مندلی چی میکنم؟ اد میکنم. باشین که ایران همجا آمد در لایبرری شما اد بشه، شما خیلی راحت میتونید که استفاده بکنین. اد تو مندلی، ما مندلی رو داریم، از اد میکنیم. خب خیر تا که بیایه من میرم طریقه دانلود کردن مقالاتی که قابل دانلود نیستن رو به شما یاد میدم، درست است؟ یعنی مقاله که قابل دانلود نبود، شما چی کار میکنین؟ میریم به سایت سایهاب. من اینجا خودش به شکل شارتکت داره میره سایهاب، SCI به شکل سایهاب. خب چی کار میکنم اینجا؟ خود امو دی او آی را دی او آی، درست؟ این دی او آی هر مقاله یاد میشه، هر مقاله دی او آی خاص خود داره. من اوپن میگم، این مقاله رو برای ما شما میکنه باز میکنه. این بازش کرد، صحیح است؟ این ما شما خیلی راحت حالا چی میکنیم؟ مقاله رو به شکل پی دی اف دانلود میکنیم. حالا باز میشه تا که ما صفحه دیگه ما بیایم. پس این موضوع رو در ذهنتان داشته باشین که شما اگر مقاله رو جستجو میکنین، میخوانین، مناسب میباشه، ابسترکت خواندین، میبینین که مقاله باید دانلود شه، چرا که در بخش اینترودکشنش، در بخش متدولوژیش شما ضرورت دارین، از اون استفاده میخواین بکنین، ولی خود مقاله رو مکمل شما دانلود کردن نمیتونین. راه حلش است شما مقاله رو خود امو یو آر ال این قسمت درست، یا یو آر الش رو بگیرین یا خود دی او آیش رو بگیرین. تمام مقاله دی او آیش اینجا میباشه، دی او آیش رو بگیرین در خود سایهاب بندازین، سایهاب، درست؟ سایهاب مقاله به شما باز میشه، این شما دانلود بکنین. وقتی که دانلودش کردین خب بعد ما میگذاریم خیر باشه. خب مرا میگه از طریق اینترنشنال اسلامیک یونیورسیتی مالزیا به دسترسی پیدا بکو. خب فکر نمیکنم که پانتون آیو مالزیا به دسترسی داشته باشه، به خاطر نمیرم. خب افکت اف ویتامین دی آن لیپید پروفایل این رو میبینیم 2019 هست، مقالهش اپدیت است، از این استفاده بکنیم. خیلی زیبا اچ دی ال ال دی ال همه چی کرده اینجا بحث کرده برای ما شما. یعنی هدف ما این است که شما میتونید که این مقالاتون همه چیزی بکنین، دانلود بکنین و پیدا بکنین. اینجا پی دی اف نمیشه است، خیلی راحت شما پی دی اف دانلود میکنین یا سایتیشن میکنین. باشین که پی دی اف رو ما باشد بکنه. 13 اگست 2019 باشی شده، این هم دی او آیش بود. خب داره باز کردن پی دی اف است، مشکل نداره. خب این پی دی اف باز میکنم، ما پشت نمیگردیم، از طرف باز شده فعلا. این دی او آیش هست، این عنوانش هست. به شکل خیلی راحت شما میتونید که از این استفاده بکنید. مثلا از این سایت میکنم، میره سایت بکنم، درست؟ دانلود سایتیشن چی میکنید؟ دانلود میکنید. سلکت فرمت، با کدام فرمت؟ فرمت مندلی میخواین بکنین، اندنوت میخواین بگیرین. به شکل مثلا مندلی میگین، شما مندلی گرفتین، دانلود سایتیشن میگیرین، کجا؟ باز میرین در صفحه وردتون اینجا کاپیش مثلا میکنین، با خود برنامه ورد کاپیش میکنین. یا ای که به شکل منوال
به شکل منول. این شما چی کار میکنین در منول؟ این نام مؤلفه نوشته است، نام عنوانتان نوشته است، والیمش نوشته است، تمام بخش ها نوشته است. این والیم مثلا، این والیم نوشته است، ایشو نوشته است، تاریخ نوشته است، صفحاتش نوشته است. کلش شما میگیرین به شکل منول مثلا در کجا در مندلی اد میکنین. خب اینجا میگذارین که وقت مزاحم نشه. خب درست است. پس شما چی کار کردین؟ این خلاصه براتون گفتم چند موضوع رو در این بخش یاد گرفتیم ما شما. یکی جستجوی طریقه های جستجو کردن مقاله رو ما شما پیدا میکنیم، چگونه مقالات خود محدود بسازیم. درست؟ این سایتیشن میشه دانلود. خب ویتامین دی 7900 مقاله به شکل تا هر قدری که ما مشخص اسپسیفیک بسازیم عنوان خود را با کلمات اند و اور و نات اینها تقویه بکنیم مقالات خود را، چی کار میشه؟ بر ما شما چی میکنه؟ مقالات خوبتر پیدا میکنه. این ببینید ریویو آرتیکل چند مقاله شد؟ 2160 مقاله. کاملا تعداد مقالات کمتر ساخت. از سال 2018 به طرف باشه 2100 مقاله. چند 2100 مقاله. از سال 2021 به طرف باشه 2000 چند مقاله؟ 990 مقاله شد. یعنی به شکل ما شما مقالات خود محدودتر ساخته ایم. خب این بود در رابطه به موضوعاتی که در مندلی در بخش گوگل اسکالر به شما گفتم. یعنی که پابمد را شما طریق جستجو کردن مقالات فهمیدیم، یکی در خود گوگل اسکالر شما میرین مقالتون این مثلا این مقاله باز شده دیگه خیلی راحت این دانلودش بگو. صحیح؟ این راحت 28 صفحه است، ریویو آرتیکل است. در 28 صفحه شما میتونین که این خود کارتون را شروع بکنین. مثلا در ابسترکت چه قسم کار کرده؟ در اینترودکشن. یعنی شما مثلا یگان تو میگم در اینترودکشن چی نوشته بکنم، در اینترودکشن چی نوشته بکنی، ببینی چی نوشته کرده، به اساس ام کاری کی کرده شما ام کار شما انجام بدین و پیش برین. استادی سلکشن یا استادی دیزاین است، کوالیتی اسسمنت است و طریقه های متدولوژی هایی است که اینا مثلا انجام دادن. ریزالت نوشته کرده به شکل انالایز های گپار تیبل های خود انداخته. خیلی مقاله جامع و کامل است. چند 73 دان رفرنس داره. خب دانلودش میکنی، دانلودش که در فولدرت با از فولدرت در خود مندلی ادش بگو. خب این بخشم باشه. خب ما شما میریم در عنوان بعدی ما که کوکرین لایبرری هست. مثلا کوکرین لایبرری خیر مستقیم خود نشته میکنم اینجا کوک کوکرین لایبرری اینا کوکرین لایبرری را جستجو میکنیم. کوکرین لایبرری، کوکرین ریویو، داخل کتابخانه میشیم